سلام دوستان، وقتتون بخیر. توی این ویدیو میخوام در مورد تغییرات جدیدی که توی نسخه 6.7 وردپرس توی توابع ترجمه رخ داده براتون صحبت بکنم. اه، یه مشکلی که خیلی‌ها بهش برخوردن اینه که وقتی از توابع ترجمه استفاده میکنن یه هشدار وردپرس بهشون نمایش میده. حالا میخوایم اینجا بیشتر صحبت بکنیم که دقیقاً چی ما اشتباه انجام میدیم و چرا اصلا وردپرس اومده این هشدار اضافه کرده. یکم توی سورس دقیق تر بشیم، بریم ببینیم دقیقاً چیا تغییر کرده. خب این فایل که میبینید یه فایل اصلی افسونه است، چون من میخواستم از فایل ترجمهش استفاده بکنم و دقیقاً همون شرایط رو بیام شبیه سازی بکنیم. من یه افسونه رو حالا واقعی به صورت واقعی اومدم انتخاب کردم و حالا خود افسونه رو کامنت بکنیم که لود نشه و دقیقاً همون چیزی که وردپرس گفته انجام ندید و اینجا انجام میدیم. ما میایم بدون اینکه از هیچ اکشنی استفاده بکنیم یه متن رو میخوایم الان ترجمه بکنیم. من یه WP دایم میزنم که قشنگ اینور نمایش بده. خب الان متن اصلی رو به ما نمایش شد بدون که ترجمه بکنه، چون خب ما هیچ یعنی فایل ترجمه پوشه ترجمه رو براش تعریف نکردیم. از همون تابع لود پلاگین تکستومنت استفاده میکنیم. پوشه ترجمه رو براش تعریف کنیم. خب الان دیگه بعد ترجمه رو به ما نمایش بده. باید ترجمه کرد برامون، ولی قبلش هم یه نوتیسی نمایش داده، میگه که شما خیلی زود داری از این تابع ترجمه استفاده میکنی و بهتره که داخل اکشن اینیت یا حالا اکشن هایی که بعد از اینیت هستن استفاده بکنی. کاری که میگه رو بیاید انجام بدیم. من کد توی اینیت قرار میدم، یه رفرش میزنم. خب الان راحت ترجمه کرد و هیچ خطایی هم نمایش نمیده. مونتا بیا تست کنیم ببینیم الان مشکل سر چیه الان دقیق، یعنی با لود پلاگین تکستومنت مشکل داره یا با تابع ترجمه. من لود پلاگین رو میارم بیرون، یه رفرش میزنم. فکر کنم سیو نشد. چرا؟ خب الان بازم هشدار نمایش نداد. پس مشکل با لود پلاگین تکست دومین نیست، مشکل با این تابع های ترجمه هست. ولی خیلی ها سر اینجا اشتباه میکنن که فکر میکنن لود پلاگین تکست دومینه که داره این هشدار نمایش میده. وردپرس اصلا با این مشکل نداره که شما بیای اون پوشه ترجمه رو زودتر براش تعریف بکنیم. مشکل وقتیه که شما میخوای از تابع ترجمه استفاده بکنی. حالا چراشو میریم جلوتر توی سورس میبینیم. و یکی از راه حلایی که بی اشتباه میگن اینه که این تابع رو ما داخل اینیت استفاده بکنیم و کدای که مربوط به اون حالا تابع ترجمه هستن رو تغییر ندیم. و الان هشدار رفع میشه ولی ترجمه ولی دیگه نمیشه. پس این راه حل درستی نیست که دیدم. حالا من دیدم خیلیا گفتن که بیایم توی اکشن این ایت لود پلاگین تکست، اصلا وردپرس منظورش این نبوده. وردپرس منظورش بوده که شما اون متنی که میخواید ترجمه کنید دارید زود استفاده میکنید از تابع ترجمهش و واقعا هم همینطوره. یعنی خیلی از پلاگین ها که من میبینم سورسشون رو استاندارد نیستن تو این زمینه. شما پلاگینتون توی اکشن های خاصی باید لود بشه، این دقیقا اونجا که نیاز هست. نه بعد پلاگینتون رو همینطوری شروع بکنید به فایلاشو لود کردن و اجرا بشه کل پلاگین یه دفعه‌ای. و این مشکل رو از قدیم داشتیم ما که خودش باعث میشه که ما توی بحث حالا شخصی سازی پلاگین های دیگه که بخوایم یه فیلتری بزنیم اعمال بشه روشون خیلی به مشکل میخوریم و بعد حالا روش های عجب غریب میزدیم قبلا. و با این کار وردپرس حداقل خیلی از پلاگین هایی که قدیم اینطوری استاندارد نبودن مجبور میشن که کداشون رو تغییر بدن و وارد این چرخه استاندارد بشن. ولی به هر دلیلی توی سایت های بزرگ این پیش میاد که ما میخوایم دقیقا این کار غیر استاندارد انجام بدیم، چون خب سایت های بزرگ اصلا سناریوی متفاوتی دارن نسبت به پلاگین هایی که حالا عمومی هستن روی مخزن هستن. اونجا ما خب برای اینکه پرفورمنس بالاتر باشه اصلا نمیخوایم اجازه بدیم خیلی از پلاگین ها و خیلی از
اون توابع هسته وردپرس لود بشن و میایم دقیقا همینجا یه سری چیزها رو چک میکنیم و میخوایم یه سری خروجی رو پرینت بکنیم. اگر همچین سناریویی داشتید، یکی از روش‌هایی که میتونید الان استفاده بکنید که این هشدار حل بشه اینه که به جای لود پلاگین تکست دومین از لود تکست دومین استفاده بکنید. بازم تاکید میکنم این روش غیر استاندارده. خب به هیچ وجه اگر قراره پلاگینتون داخل مخزن باشه یا یه پلاگین عمومیه، از این روش استفاده نکنید. و اگر واقعا مجبور بودید که یه چیزی رو چک بکنید و توی این مرحله یه چیزی رو پرینت بکنید و هیچ راه حل دیگه نداشتید، بیاید از این روش استفاده بکنید. این لود تکست دومین فرقش با تابع قبلی اینه که به صورت دستی ما میایم میگیم که فایل ترجمه‌مون رو لود بکنه وردپرس. دستی یعنی که من الان اینجا دقیقاً میگم که فایل MOE که حالا برای فارسی هست بیا برای من لود بکن. و اینطوری دیگه اون هشدار رو دریافت نمی‌کنی. فکر کنم ذخیره نشد. یه جور اشتباه زدم. این نکتهش، یه نکته دیگه هم داره، اینه که باید حتما مسیر کامل بهش بدید. یعنی اون تابع قبلی فقط ریلیتیو بود، پوشه ترجمه رو بهش میدادیم، اینجا باید دقیقاً مسیر کامل فایل رو بهش بدید. الان یه رفرش بکنیم دیگه بعد ترجمه بشه که نشد. یه جا دوباره اشتباه زدم. WP ها اینم اشتباه نوشتم. ببینید الان خیلی راحت ترجمه شد، هیچ وارنینگی هم نمایش نداد و ما خب زود استفاده کردیم از تابع ترجمه. بازم تاکید میکنم برای بار چندم که این کار غیر استاندارده، چون میدونم الان دوباره خیلی ها میان حالا کامنت میزنن، منشن میزنن که یه روش غیر استانداردی گفتی. میگم این خیلی جای خاصی استفاده باید بکنید ازش و خودم هم توصیه نمیکنم. خب ولی اما بریم چرا اصلا این هشدار وردپرس به ما نمایش میده. من کنترل زد بزنم که هشدار رو ببینیم دوباره و یه رفرش بکنیم ببینیم هشدار میده یا نه. آره خب ببین مشکل گفتیم که توی توابع ترجمه تریگر میشه دیگه این وارنینگش. اگه اینجا بریم چیز خاصی خب نداره، فقط باید بریم توی get translation for domain. خب ببین اینجا خیلی مهمه، اینجا چک میکنه اون آبجکت ترجمه اگر لود شده باشه آبجکت رو برمیگردونه و تمام. برای همینه که اگه ما دستی فایل ترجمه رو لود بکنیم اینجا این شرط ترو میشه و دیگه شرط بعدی رو چک نمیکنم، هیچ وارنینگی نمیگیریم. اما شرط بعدی چیه؟ اینجا میگه خب اینجا پس چک کرده اون آبجکت ساخته نشده، یعنی اون تابع ترجمه و اینا هیچ کدوم لود نشدن. اینجا سعی میکنه که لودش بکنه. داخل اینجا که بریم دقیقا اینجاست. این نوتیسی که داره تریگر میشه دقیقا همین اینجاست. چک میکنه که توی اکشن افتر ستاپ تب هستیم یا ازش رد شدیم. اگر این شرط فالس باشه میاد میگه که شما خیلی زود داری استفاده میکنی از تابع ترجمه. حالا چرا اصلا داره اینو به ما نمایش میده؟ این مشکلی که هست، اگر خواستید دقیقش رو بدونید، خود وردپرس 3 هفته پیش یه مقاله داد و توضیح داد که دقیقا چرا داره این کارو میکنه و قشنگ توضیح داده که چه مشکلی وجود داشته. یکی از مشکلش این بوده که توی حالا پلاگین که توی مخزن هستن وقتی اینطوری دارن لود میشن، من به عنوان یه دیولپر اگر بخوام این افزونه رو، یعنی یه افزونه دیگه بزنم، بخوام روی این یه فیلتری قرار بدم، بخوام توابع ترجمهش رو یه تغییری توش بدم، فایلش رو بخوام دستکاری بکنم که یه فایل دیگه لود بشه، خب این فیلترها دیگه اعمال نمیشن، چون این افزونه اومده خیلی زود توابع ترجمه رو صدا زده قبل از اینکه حالا اون فیلترهایی که ما ست میکنیم بخوان اعمال بشن، داره اون توابع ترجمه صدا زده میشه و اینجا به مشکل میخوره. یکی از دلیلاش اینه. یه دلیل مهم دیگهش اینه که وقتی شما دارید این کار رو میکنید و این تابع صدا زده میشه، یه تابع خیلی مهم اینجا کال میشه، determine local. کار این چیه؟ این میاد زبان فعلی سایت شما رو برمیگردونه بهتون.
یعنی چی؟ الان سایت من مثلا توی تنظیمات دارم فارسی باشه، این کارش اینه که اون فا رو برامو برمیگردونه. ولی خب یه کار دیگه هم میکنه. این سناریو هم هست که ممکنه شما زبان کلی سایتتون فارسی باشه ولی یوزرتون زبانش انگلیسی از توی پروفایلش انتخاب کرده باشه. پس میگه یکم پیچیده شد. اگه توی خود تابش بریم، این که چند تا چیز داره چک میکنه، شرایط مختلف، و یکی از اون شرایط اینه که میگه یوزر لوکال چیه. حالا اگر توی یوزر لوکال بریم، لوکالی که حالا یوزر، یعنی اول سعی میکنه آبجکت یوزر رو پیدا بکنه، یوزری که لاگین کرده. اگر یوزر لاگین نکرده بود پیشفرض سایت رو برمیگردونه، ولی اگر یوزر لاگین کرده یوزر آبجکت وجود داشته باشه، لوکال خود یوزر رو برمیگردونه. حالا مشکلی که پیش میاد دقیقا همینجاست. وقتی که میره چک بکنه که یوزر لاگین کرده یعنی اون آبجکت رو بخواد به دست بیاره، این get current user رو صدا میزنه. حالا ببینیم اینجا چی رخ میده. میام پایینتر، اینجا یه فیلتر مهم داریم، determine current user. وردپرس اینجا این بالا چک میکنه تو این تابه، اگر از قبل تونسته باشه آبجکت یوزر رو ست کرده باشه همینجا برمیگرده، اگر نه میره از روی کوکی و چند تا چیز مختلفی، اگر این فیلتر رو سرچ بکنید نگاه کنید 3 تا فیلتر زده براش. این دوتای اولی برای کوکی ها رو چک میکنه. این آخری هم اپلیکیشن پسورد هستش که اپلیکیشن پسورد حکم کلیدای API تقریبا داره، مثل JWT، ولی خب یه روش دیگهش. شما باید هیدر ست بکنید، یوزرنیم و پسورد کاربر توش ست شده باشه. مثلا سایت شما اگر a.com باشه، b.com میتونه اگر یوزرنیم و پسورد کاربر رو توی هیدر درخواستش بزنه به عنوان یک کاربر لاگین درخواست HTTP بزنه، یعنی کاربر لاگین شناخته میشه. حالا این زیاد جزئیات رو لازم نیست و مشکل دقیقا همینه. شما فرض بکنید که توی این فیلتر ممکنه چند تا فیلتر دیگه زده شده باشه، مثلا یک پلاگین بیاد یه روش دیگری برای مثلا همون JWT رو به اضافه بکنه به سایت. خب شما وقتی که میاد اون تابع ترجمه رو زودتر از اون چیزی که باید صدا میزنید، پس این آبجکت کارنت یوزر زودتر از اون چیزی که باید ست میشه. ممکنه روش های دیگه هم بود، ممکن اون پلاگین ها که اضافه کردن اون روش ها رو شما این کار رو میکنید، کاربر دیگه لاگین شناخته نمیشه توی اون شرایط خاصی که اون پلاگین اضافه کرده، که اون شرایط دیگه چک نمیشن دیگه. مشکل دقیقا همین بوده. حالا سعی کردم خیلی راحت توضیح بدم، این توضیحش که هم سخته، اگر خودتون حالا کار کرده باشید منظورم متوجه میشید. چون خود وردپرس پیش‌فرض کی میاد اینو صدا میزنه. اگر توی فایل WP settings برید، ببین این افتر ستاپ تمه و اینم تو اکشن این ایته. خود وردپرس توصیه کرده که چی توی این ایت تابع ترجمه رو صدا بزنید. دقیقا به خاطر همینه که قبلش خودش اون تابع گت یوزر رو صدا زده. این خودش هم نوشته set current user. اگر بریم اینجا دقیقاً WP get current user اینجا صدا زده که بتونه تشخیص بده که کاربری الان لاگین هست یا نه، اون آبجکت current user رو بتونه ست بکنه. پس کل داستان برای همین بوده، یعنی دلیلش رو الان باید درک کرده باشید که اصلا چرا وردپرس همچی کاری کرده. ما قدیم خیلی سر این داستان داشتیم دیگه. حالا کسایی که کار کرده باشن، اون پلاگینایی که استاندارد نبودن و خیلی سریع توابع ترجمه رو استفاده کرده بودن توی سری شرایط خاص، مشکل ایجاد میکردن توی این داستان و این فیلترها خیلیشون اعمال نمیشده. و یکم فکر کنم همه چیزو گفتم یا نه. این فایل هم خیلی مهمه، wp-settings.php تو روت اصلی سایتتونه. اگر توسعه دهنده جدی حالا پلاگین وردپرس هستید، حتما پیشنهاد میکنم یه دور این فایل رو بخونید، برای اینکه دقیق تر من دوباره نشون بدم مشکل چیه. ببینید اینجا بخشی هست که پلاگین های ما داره لود میشه، یکی یکی داره پلاگین ها رو تو حلقه قرار داده، اون فایل اصلیشون رو لود. فایل اصلی همینجا بود که من این کدا رو داشتم میزدم. اینجا داره لود میشه. پس وقتی من اینجا دارم تابع ترجمه رو استفاده میکنم، داره اینجا لود میشه اون تابع ترجمه.
و در صورتی که اگه بیایم پایینتر بیایم اینجا، باید اینجاها توی این ایت لود میشده. الان دقیق پس متوجه شدیم که چرا اون وارنینگ رو داره میده. و اگر بیایم حالا دقیق تر نگاه بکنیم چه اتفاقی داره رخ میده این وسط، ببینید خیلی چیزا دارن لود میشن. خیلی از متغیرها دارن اینجا مقداردهی میشن. اینجا داره حالا تیم لود میشه، ترجمه دیفالت وردپرس داره اینجا لود میشه، چیزای مربوط به لوکال و زبان اینجا لود میشن، و در نهایت هم که قالب هامون اینجا لود میشن و افتر ستاپ هم اینجا صدا زده میشه و اینم که این ایت. میگم این فایل خیلی مهمه. اکثر یعنی فایل های مهم اینجا دارن لود میشن، متغیرها اینجا مقداردهی میشن. حتما یه دور یه نگاهی بهش بکنید که توی توسعه دادن پلاگین ها خیلی بهتون کمک میکنه. و توی دیباگینگ اینکه یه سری پلاگین ها مثلا یه آپدیتی میدن، یه خطایی نمایش میدن، خودتون میتونید چک بکنید که چرا داره اون خطا رخ میده، بتونید گزارش بدید به نویسنده‌اش. اینا همه لازمش اینه که شما بدید وردپرس چجوری کار میکنه. و برای شروع بهترین کار اینه که wp-settings.php رو حتما یه دور بخونید که چطوری داره لود میشن فایل. تقریبا فکر کنم همه چی رو گفتم و همین. پس مهم اینه که تابع ترجمه رو شما کجا استفاده میکنید. لود پلاگین تکستومه اینم بذارید بگم که قبلا چجوری کار میکرده. این نکته هم بدونید که اگر افزونت رو توی مخزن قراره باشه اصلا لازم نیست از لود پلاگین تکستومن استفاده بکنید. از نسخه 4.7 به بعد وردپرس گفت که افزونایی که توی مخزن هستن باید بیان توی سایت خود من ترجمهشون رو قرار بدن و لازم نیست همه فایل‌های ترجمه رو توی افزونه قرار بدید و این تابع رو صدا بزنید. خود وردپرس API میزنه که ببینه توی مخزن شما اون زبان رو ترجمه کردید برای پلاگینتون یا نه و فایل ترجمهش رو دانلود میکنه و توی فولدر لنگویجتون قرار میده. اینجا توی WP کانتنت لنگویج اینجا بخش پلاگین، الان مثلا ایزی دیجیتال دانلود مثلا میبینید خودکار دانلود کرده اینا رو. این پس برای افزونه‌ای که توی مخزن هستن. ولی اگر افزونه‌ای بوده که دستی خودتون نوشتید، ببینید این تابع لود پلاگین تکستومن قدیم اینطوری کار میکرده که یعنی قبل از 6 و 7 میومده همون زمانی که شما صدا میزدید این تابع رو، اون فایل ترجمه رو لود میکرد. دقیقا همون کارتی که دستی بهتون گفتم بزنید، این لود تکستومین رو صدا میزده خودش. و از نظر پرفورمنس میشه گفت یکم بهتر شده الان، چون توی نسخه جدید دیگه این کارو نمیکنه، فقط میاد رجیسترش میکنه، میگه همچین تکستومینی وجود داره و پوشه ترجمهش هم تو این مسیره. خوبیش اینه که هر وقت که شما توابع ترجمه رو صدا بزنید، تازه وردپرس میره اون فایل رو لود میکنه و آبجکتش رو میسازه، آبجکت ترجمهش رو. و این وقتی خودشون نشون میده که شما مثلا 40 تا پلاگین نصب دارید و از این 40 تا توی شرایط خاص شاید فقط 2 تاش نیاز باشه که فایل ترجمهشون لود بشن. مثلا میگم این سناریوی فرضیمونه. و اینطوری دیگه فایل ترجمه همینطوری لود، فقط هر وقت که نیاز باشن لود میشن. و این فرقی که کرده توی نسخه 6 و 7 که این لود پلاگین تکستومین دیگه اصلا هیچ فایلی رو لود نمیکنه در لحظه، فقط رجیستر میشه. بعدن اگر نیاز بود، اون قدیم ولی اینجوری نبود. قدیم همون موقع تا به اون آبجکتی ساخته میشد و کلی کد دیگه صدا زده میشد، چون لود تکستومه خیلی کد صدا زده میشه داخلش و خیلی روی لود سایت ممکنه تاثیر داشته باشه. فکر کنم دیگه همه چی رو گفتم. امیدوارم که تونسته باشم کمکی کرده باشم بهتون. اگر هم چیزی اشتباه گفتم خوشحال میشم بیاید حالا درستش رو بهم بگید که بقیه هم حالا متوجه بشن. همین، موفق باشید. خدا نگهدار.